خب دانش آموزان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. فعالیت صفحه 35 کتاب درسیتون از فصل 3 اومده یه آزمایشی رو انجام داده برای اینکه بفهمیم که کربن دی اکسید در هوای دمی بیشتره یا بازدمی، و یه آزمایشی ساده‌ای طراحی کرده. اه، بخوام مقدماتش رو بگم، اگه من در نظر بگیرم که دو حالت داریم، یه حالتی که ما دم انجام میدیم یعنی هوا رو وارد دستگاه تنفسمون میکنیم، و یه حالتی که ما بازدم انجام میدیم یعنی هوا رو از دستگاه تنفسمون خارج میکنیم. طبق تئوری و اون چیزی که خوندیم، کربن دی اکسیدی که در هوای بازدمی هستش خیلی بیشتره مقدارش. حالا میخوایم همین مقدار بیشتر بودن رو در یه آزمایشی بتونیم به اثبات برسونیم، ببینیم آیا واقعا اینجوری هست یا نه. ما میایم از یه لوله استفاده میکنیم. این لوله میتونه بلند باشه، میتونه کوتاه باشه. حالا این لوله وصله به دو تا ظرف. به این ظرف ها میگن ارلن یا ارلن مایر هم بهش میگن. حالا میتونیم از ارلن استفاده کنیم، میتونیم از یه لوله آزمایش هم حتی استفاده کنیم در حالت های خیلی ساده، ولی اینجا چون در لوله هایی که وصل به اون ظرف بیشتره، منش اینجا از ارلن استفاده کرده. دو تا البته. دو حالت داریم، گفتیم دم و بازه. اگه بخوام نامگذاری بکنم، کتاب گفته ما یه سری دوله بلند داریم، یه سری دوله کوتاه داریم. مثلا الان این دوله میشه لوله کوتاه که وصل به مثلا ظرف الف. فرض کنیم مثلا ظرف الف که توی کتاب درسی هستش این ظرف الفمون بود، اینم ظرف بمون بود، اینم همینطور الف و ب. حالا این لوله کوتاهی که وصل به ظرف الف یه لوله بلندم بهش وصله. در واقع این لوله میشه لوله بلند ظرف الف یا ظرف حالا یک فرض کن. حالا از اون ورم ظرف ب هم یه سری لوله بهش وصله اینجا، ولی یکم متفاوته. اینجا لوله بلندی که وصل به ظرف الف وصل به ظرف ب، این لوله بلندشه، و این هم لوله کوتاهشه. در واقع لوله کوتاه ظرف ب و لوله بلند ظرف الف، اینا در یه جایی با هم تلاقی میخورن و وصل میشن به اون جایی که حالا وصل میشه به دهان ما، و ما با دهانمون حالا یا دم انجام میدیم یا بازم. یعنی در واقع این قسمت از اینجا محلیه که به دهان ما وصل میشه. حالا اگه در نظر بگیریم این رو، میخوایم ببینیم در دم چه اتفاقی میفته. حالا فعلا نمیخوام وارد این قضیه بشم که چه اتفاقاتی میفته در دم بازم برای این لوله ها. میخوام یه مقدمه ای رو بگم. کتاب گفته برای اینکه ما بدونیم که در یک ظرفی، حالا در یه محیطی کربن دی اکسید وجود داره، در یک محیط مایع، میتونیم از یه محلول استفاده کنیم. مثلا یه محلولی که گفته یه محلولی داریم به اسم بروم تیمول بلو. محلول بروم تیمول بلو. این بروم تیمول بلو همون جوری که از اسمش مشخصه یه بلوی آخرش داره. بروم تیمول بلو در پی اچ در پی اچ بازی این رنگش آبیه. یعنی همون حالتی که وجود داره معمولا در پی اچ بازی رنگش آبیه. در پی اچ خنثی در پی اچ خنثی رنگش سبزه. و یه پی اچ دیگه هم هست در پی اچ اسیدی، رنگش زرده.
خب حالا به این چیکار داریم دوستان؟ زمانی که کربن دی اکسید جمع میشه با آب، اینجا مثلا فرض کنیم ما در زمان بازدم ما کربن دی اکسیدمون رو در هوای بازدمیمون وارد اون محلول میکنیم. اون محلول آب دیگه، آب و کربن دی اکسید اگه با هم ترکیب بشن یه اسید ضعیفی رو تولید میکنن به اسم کربونیک اسید. این هم که فکر کنم خوندین توی کتابم هست. این کربونیک اسید حالا وقتی که تشکیل میشه دیگه، وقتی که تشکیل میشه محیط اسیدی دیگه، محیط اون مایع میشه اسیدی. حالا کتاب گفته این بروم تیمول بلو در اول آبیه وقتی که هنوز آزمایش شروع نشده، بعد اینکه ما بازدم انجام دادیم تبدیل میشه به سبز اول، حالا اگه بازدم رو ادامه بدیم میشه زرد. خب یعنی ما به کمک این محلول تیمول بلو میتونیم تشخیص بدیم که چه مقدار کربن دی اکسید وارد این محلول شده، چون وقتی کربن دی اکسید وارد این محلول میشه این واکنشی که کربن دی اکسید به اضافه آب میشه کربونیک اسید انجام میشه، بیشتر انجام میشه، کربونیک اسید بیشتری تولید میشه و رنگ تغییر میکنه، چون بروم تیمور بلو در pH های متفاوت رنگ های متفاوتی داره. خب حالا بریم سر آزمایشمون. ما اول اینو جدا کنم، بازدم راست هم جدا کنم. فرض کنیم ما اینجا از بروم تیمور بلو استفاده میکنیم، یعنی اینجا داخل ظرف های ما بروم تیمول بلو هستش. اینه محلول بروم تیمول بلو. خب اولین بار دم هستش، یعنی ما زمانی که دم رو انجام میدیم، اینو با قرمزش کنیم، زمانی که ما دم رو انجام میدیم، وقتی که دم رو انجام میدیم ما هوا رو وارد دستگاه تنفسمون میکنیم، ولی نکته اینه که ما دو تا ظرف داریم. هوا از کدوم ظرف وارد میشه خارج میشه؟ طبیعتا میتونه از هر دو تا ظرف خارج بشه، ولی ظرف الف مسدوده. چرا؟ چون این لوله بلندی که گفتم، این لوله بلند، انتهای لوله بلند در داخل چیه؟ انتهای لوله بلند ظرف الف در داخل محلوله. در نتیجه اینجا در نتیجه چون انتهاش در داخل محلوله، هوا نمیتونه از اینجا وارد دستگاه تنفس ما بشه. حالا پس عملا در زمان دم ظرف الف نمیتونه هوا رو به ما بده. خب چون مسدود لوله توسط این مایع بروم تیمول بلو مسدود شده. اینو با آبی نشون بده، همون چیزی که خود کتاب نشون داده همون آبی باشه. عملا اینجا مسدوده، پس هوا نمیتونه از اینجا بیاد. به جای هوا یه مکشی ایجاد میشه، ارتفاع ظرف بالا میاد. یعنی اینجا ارتفاع محلول بالا می رود. از طریق این لوله یه مقدار ارتفاع محلول بالا میره، حالا هرچی. این به خاطر همون مکشی که ایجاد میشه، مکشی که ما ایجاد میکنیم و به جای اینکه حالا هوا چیز بشه، اون محلول بالا میاد، یه مقدار محلول بالا میاد. ولی خب هوا رو نمیتونیم ما از طریق ظرف الف تامین کنیم، هوای دمیمون رو. به جاش میایم چیکار میکنیم؟ به جاش میایم از ظرف ب تامین میکنیم هوای دمیمون. در واقع ظرف ب من، این ظرف میشه ظرف دمیم، یعنی ظرف دمی من این ظرفه. چرا الان هوا اینجا تامین میشه؟ چون دیگه چون ظرف ب این طرفه یه لوله بلندی هست که این لوله بلند وصل به هوای بیرون. الان این لوله بلندی که وصل به هوای بیرون، این لوله بلند در نظر بگیریم. این لوله بلند از اینجا هوای بیرون رو میگیره، درسته؟ خب این یه مقدار میتونه هوای بیرون رو وارد کنه، هوای بیرون از این لوله وارد میشه،
یه مقدار هوایی هم که اینجا هست، هوایی هم که اینجا هست، از طریق این فلشی که کشیده شده میره وارد این لوله کوتاه ظرف ب میشه و از طریق لوله کوتاه ظرف ب شروع میکنه به حرکت به سمت دستگاه تنفس ما. پس این هوا در ظرف ب تخلیه میشه. حالا میخواد جبرانش کنه، از همون هوای بیرون جبرانش میکنه. هوای بیرون اینجا هست و وصل به لوله بلند ظرف ب و جبرانش میکنه. و کتاب گفته که در لوله در ظرف ب، در اطراف لوله، در پایین لوله حباب ایجاد میشه. حباب هم به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این هوای بیرون اومده و اون حباب ها رو ایجاد کرده، این حباب هایی که مشاهده میکنیم. پس در هنگام دم در ظرف از انتهای لوله ظرف ب حباب خارج میشه. خب حالا در زمان بازدم رو نگاه کنیم، ببینیم در زمان بازدم چه اتفاقاتی میفته. در زمان بازدم این دفعه یکم قضیه متفاوت میشه. حالا دم رو توضیح دادم، گفتم که در هنگام دم چه اتفاقی میفته. هوای بیرون وارد ظرف ب میشه و چون هوای بیرون اکسیژنش خیلی زیاده و کربن دی اکسیدش هم خیلی کمه، تغییر خاصی من نمیتونم در ظرف مشاهده بکنم. هرچند تغییر باز هم ایجاد میشه، یه مقدار تغییر در ظرف ب ایجاد میشه و مثلا یکم حالا از بین طیف مثلا آبی و سبز قرار میگیره. در زمان بازدمه که اتفاقات زیادی میفته. در زمان بازدم این ظرفی که دارم، این ظرف میشه ظرف بازدمی، یعنی هوای بازدمی وارد این میشه. بازدم چه فرآیندیه؟ فرآیندیه که از دستگاه تنفس من هوایی که کربن دی اکسید زیادی داره به نسبت هوای دمی خارج میشه. حالا اینجا این هوایی که بهش میگن هوای بازدمی، این هوای بازدمی از من خارج میشه از دستگاه تنفس من و میاد حالا گیر میکنه اینجا، دوباره گیر میکنه اینجا. چه اتفاقی میفته؟ به کدوم ظرف میره؟ نکتهش اینه که به ظرفی میره هوای بازدمی که بتونه بیشتر هوا رو جا بده توش. الان ظرف ب رو در نظر بگیریم. ظرف ب که در دم کار مهمتری میکرد، در دم ظرف ب درگیر بود. ولی آیا ببینیم در بازدم هم همینطوره. خب هوا که بخواد وارد ظرف ب بشه، از این دوله کوتاهی که بهش وصله میاد وارد میشه و یه مقدار هوا میتونه در سطح قرار بگیره و در سطح مثلا یه واکنش هایی با آب بده، اون کربونیک اسید رو تولید کنه. درسته؟ ولی به تناسبی که هوای بازدمی هی وارد میشه، اینجا ارتفاع لولم بالا میاد. درسته؟ اینجا ارتفاع لوله بالا میره. ارتفاع لوله بالا میرود. خب چرا؟ چون این هوا وقتی که وارد میشه یه فشاری وارد میکنه به سطح مایع و مایع هم طبق همون قانونی که در مربوط به مایعات هستش در فیزیک خوندین، سعی میکنه که یه مقدار به سمت بالا حرکت کنه. بالا هم کجاست؟ همون ارتفاع لوله است که گفتم ارتفاع لوله بالا میره، ارتفاع لوله بلند. درسته؟ اینجا راه خروج هوا بسته میشه، چون اینجا دیگه آب هست دیگه، هوا خارج نمیشه. و وقتی راه خروج هوا بسته میشه، پس در ظرف ب که راه خروج هوا بسته شده، هوای بازدمی زیادی رو نمیتونه ظرف ب تحمل کنه. در نتیجه فرض کنیم هوای بازدمی اگر 1% داشته باشه، مثلا 20% میره وارد ظرف ب میشه. این ور ولی 80% وارد ظرف
الف میشه. ظرف الف بازه. ظرف الف این از طریق این لوله کوتاهش که آزاده، لوله کوتاه اینجا آزاده، یعنی با هوای بیرون در ارتباطه. این لوله کوتاه با هوای بیرون در ارتباطه. این لوله کوتاه میتونه هوا رو خارج کنه، پس ظرفیت دریافت هوای بازدمیش خیلی زیاده، چون هر مقدار که هوای بازدمی دریافت کنه اون مقدار خارج میکنه. و چون هوای زیادی رو دریافت میکنه، این حباب هایی مشاهده میشن. پس در هنگام بازدم در کدوم ظرف حباب مشاهده میشه؟ در ظرف الف. در هنگام بازدم در ظرف الف حباب خارج میشه. این حباب هایی هستش که خارج میشه. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ هوای بازدمی من مگه کربن دی اکسید زیادی نداره؟ کربن دی اکسید زیادی داره هوای بازدمی. در نتیجه این کربن دی اکسید بالا میاد در ظرف الف، با آب ترکیب میشه و کربونیک اسید زیادی رو تولید میکنه. این کربونیک اسید باعث میشه که pH تغییر کنه. pH از حالت بازی یا خنثی تبدیل میشه به حالت اسیدی. حالا کتاب گفته که اگه این اتفاق بیفته، این بازدم انجام بشه، ظرف الف تغییر میکنه، زودتر تغییر میکنه رنگش، یا ظرف ب؟ میگیم آقا ظرف الف زودتر تغییر میکنه، چون هوای بازدمی بیشتری رو میتونه دریافت بکنه. در نتیجه اینجوری بگیم که تغییر رنگ ظرف الف خیلی سریعتره. تغییر رنگ ظرف الف خیلی سریعتر از ظرف ب است. اما ظرف ب هم به تدریج و در نهایت تغییر رنگ میده. اینجوری نیست که مثلا ظرف ب تغییر رنگ نده، اونم تغییر رنگ میده ولی خیلی دیرتر. چرا؟ چون 20% هوای بازدمی رو دریافت میکنه. در نتیجه کار سخت میشه براش دیگه، باید مدت زمان زیادی رو وایسه. در نهایت اگه بخوام که بگم که آقا در یه زمان مشخص، فرض کن بعد از 10 دقیقه، بعد از 10 دقیقه مثلا من بازدم انجام بدم، ظرف الفم چه رنگی میشه؟ بعد از 10 دقیقه مثلا بازدم انجام بدم، ظرف الف هم اینجوری میشه، زرد رنگ میشه. درسته؟ ظرف الف اینجوری زرد رنگ میشه. ولی بعد از 10 دقیقه اگه بازدم انجام بدم، در 10 دقیقه بازدم انجام بدم، ظرف مثلا به مثلا دیگه زرد نمیشه، مثلا سبز میشه. چرا؟ چون هوای بازدمی کمتری رو دریافت میکنه و این باعث میشه که یکم دیرتر تغییر رنگ بده، یعنی از آبی دیرتر تغییر رنگ میده. پس این از آزمایش ما. حالا کتاب گفته ما میتونیم از به جای برومتین بلو از آب احاکم استفاده بکنیم. آب احاکم اگه همین آزمایش ها رو ما انجام بدیم، اگه تحت تاثیر کربن دی اکسید قرار بگیره، معرف کربن دی اکسید چون شیری میشه، از بیرنگ در حالت خنثی بیرنگ آب آهک، و در حالت در حالتی که اسیدی میشه یا در حضور کربن دی اکسید، این مثلا میشه شیری رنگ. درسته؟ یعنی فرقش اینه. ولی معمولا از بروم تیمول بلو استفاده میکنه. نکاتی که داشت که همین بود. امیدوارم که یاد گرفته باشین. خسته نباشین. خدا نگهدار.